خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم بی رفتی چو تغیلن ای سنم بی رفتی چو تغیلن ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم لذا با لذا بیکشم ناله پیشی سنم نیست مرا زره لذا با لذا بیکشم ناله پیشی سنم نیست مرا زره با لبی شیرین بیکنم خنده تیغی زبان نیست بکار سنم با لبی شیرین بیکنم خنده تیغی زبان نیست بکار سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم بی رفتی تو تغیلن ای سنم بی رفتی تو تغیلن ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم زلفی سیاهی تو شده از تار تار از عشق تو ناله کنم زار زار زلفی سیاهی تو شده از تار تار از عشق تو ناله کنم زار زار من که اسیری تو شدم ای نگار روز همه روز کجای سنم من که اسیری تو شدم ای نگار روز همه روز کجای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم بی رفتی تو تغیلن ای سنم بی رفتی تو تغیلن ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم مرا بست جادو کدی ای سنم خطیم بگو نگو کدی ای سنم مرا خمی ابرو کدی ای سنم سپاس میگویم برای پیشنهاد ترانه زیبا و درود میگویم به شما بیننده نهایت عزیز تلویزیون سفینه. برنامه فضا است چون هر وقت با اجرایش زنده مهمان خاندان شما. دوستان نهایت عزیز و ارجمند، تمنا میکنیم که خاندانتان مثل برنامه فضا روشن باشد، پر از نور باشد و صلح و ثبات و امنیت و استقلال در کشور عزیزمان تاجیکستان آفتاب ابدی. ما نیز در برنامه‌مان این شام دوستان مهمان داریم هنروران خانه مدنیت شهر لیوکند. خوب در پهلوی من نشستن دیرکتور خانه مدنیت اسلام کمالوف و همچنین نفری که ترانه نخستین را در برنامه سراییدن، ایشان را همگان میشناسید، خورشید شاکروف، که من شما را خیر مقدم میگویم به تلویزیون سفینه. خب قبلا شما
وقت دارید که از منبر برنامه فضای تلویزیونی سفینه به نزدیکانتان، به حق و همسایه ها و پیوندانتان سلام و پیام شامگاهی برسونید. مرحبا. اولا سلام خودم رو با کلی تماشابینان تلویزیونی سفینه میرسونم و میnnatdori خودم رو بیان میکنم که اینچنین ما رو دعوت کردیم به برنامه خویش. تشکر زیاد. و نخست میخوایم صحبت رو از همین شروع کنیم که این آهنگ زیبایی که خورشید شاکیروف اینجا روی صحنه سراییدن مالکی است و این آهنگ چگونه تولید شده است؟ خب شعر با قلم کی است؟ شعر و آهنگ خلق است، تنظیمگری موسیقی خودم هستم. بسیار خوب. واقعا خیلی یک ترانه زیبا رو اینجا سراییدن و گمان میکنم که بیننده ما در آغاز با یک ترانه شوخ برنامه ما رو خوب قبول کردند و اکنون شروع میکنیم صحبت رو از اونه که امروزها فعالیت در خانه مدنیت شهر لوکند چگونه به راه مانده شده است؟ منظورم فعالیت ایجادی هنرمندان. فعالیت ایجادی هنرمندان ما خیلی خوب رفته ایستاده است. در تیم ما بسیار همه آدمانی تجربه دار هستند، استادان تجربه دار هستند که چندین شاگردای خودشون رو پیشنهاد کردگی هستند، جای نمایان گرفتگی هستند در آزمون. تیم ما هم وقت یک تیمی است که تیمی موفق است در همه چوربینی ها، در همه چوربینی دولتی است مثلا یا اینکه یکم کنسرت های غیری چی است، همه را فعالانه اشتراک داریم. آزمونامون، تیاریامون، همه آهنگ و سرودامون همیشه آماده هستند. بله. خب با کمک گروه ایجادی در مثلا تولید آهنگ، آماده سازی ترانه ها چگونه است؟ چون میبینیم که همگی قریب هنرمندان حرفه‌ای و کسبی هستند. در آمادگی آهنگ خیلی خوب هستند. با اینو کار کردن خیلی آسان‌تر است که بسیار استادانی تجربه دار هستند. وقتی که آهنگ پیشنهاد میکنیم، یک شاگرد را پیشنهاد میکنیم، در مدت کوتاه آماده کرده پیشنهاد میکنیم. بسیار خوب. خیلی جوان می نمایید. کجا رو ختم کرده اید شما؟ من مکتب موسیقی بچگانه شهر لوکند رو سابق سربان بود، اونجا رو ختم کردم. بعدا کالج فرهنگی رو ختم کردم بویداقوف. فعلا اوزی کار فعالیتم در قصر فرهنگ شهر لوکند به حیث دیرکتور خانه مدنیت کار فعالیت دارم. بله. یعنی که ختم کرده کالج موسیقی بنای بویداقوف هستید؟ بله بله. بسیار خوب. حال حاضر بیننده ما از گروه ایجادی شما چی رو میشنیده باشد؟ موسیقی؟ بله. چی موسیقی باشد این؟ یک نوازش خوب آماده کردیم که با علی گرومون اگر آماده باشیم. این نوازش مال کی است؟ آهنگ کی است؟ آهنگ از خودمون است. آهنگ خودم است. چی نام گذاری کردید؟ صفای کوهسار. صفای کوهسار. و امیدوارم که نوازنده های ماهر آماده‌اند که نوازش کنند. خب اگر همین طور است ما و بیننده نیز آماده ایم که بشنویم موسیقی دوم رو در برنامه. مرحبا.
واقعا برابر نوازشی که رامشگران اینجا اجرا کردن در آهنگ نوای کوهسار، اگر ژرفتر اندیشه کنی و یا که به عمق همین موسیقی وارد شوی، خود را واقعا در کوهسار احساس میکنی. بله. واقعا یک تصویر خیلی زیبا رو روی کار آوردید و دستان گروه ایجادیتان درد را نبیند. سلامت باشند، آفرینتان باد. و اکنون اسلام تا آنجایی که ما آگاهی داریم شما اشتراکچی آزمون هم هستید. بله. خب بیاید یکم صحبت میکنیم اطراف همین اشتراک در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که پیوسته از جانب پرزیدنت محبوب کشور این آزمون پیشنهاد گردید و در همین روند چند سال آخر واقعا توانست برای رشد صنعت ملت تاجیک واقعا دردانه ها را روی کار بیارد. برای مثلا چی رشته آهنگسازی باشد، چی نمیدونم صورت های عنعنوی باشد، چی استرادا باشد. خب اما چند نامیناسیونی که هست، از روی کدام نامیناسیون اشتراک کردید شما در این آزمون و کدام سال؟ ما سال 2022 بود تاجیکستان وطن عزیز من در 3 دور اشتراک کردیم فعالانه. یکی غالبی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در دور ناحیوی خوشبختانه آهنگای خوشمون پیشنهاد کردیم، از او یکمون هم خوب به ما جای نمایان رو دادن. براخت گرفتیم به ولایت، هم از ولایت به جمهوری. در جمهوری یکی از این آهنگا که ما از کم پیشتر گوش کردیم همون آهنگا بود که ما در جمهوری با همین آهنگ ما غالبی آزمون گشتیم، جای سیم رو از نامیناسیون کمپوزیتوری ژانر عنعنوی ما همین آهنگ نوای کوهسار. بله بله، صفای کوهسار. صفای کوهسار. بله. خب بیننده هایی که اونجا نشسته بودند اعضای حکمان چگونه قبول کردند؟ خب چی گفتن برای شما؟ اعضای حکمان خوب قبول کردن، چون که آهنگ ما 3 قسم بود. از دیگر آهنگایی که اونجا کمپوزیتور بسیار بودن آهنگو پیشنهاد کردن، یک قسم هم بود. مثلا از ما خوب تیم ما خوب که هستن، خوب فعالانه اشتراک میکنن، کاری ما خوب برآمد. از ما 3 قسم بود. چطوری که گوش کردیم 3 قسم هستن آهنگ. با هم خاطر ما جای سیم رو گرفتیم. خوشبختانه این رو ما با خودم یک الهام خوب گرفتم که میتونم که سال آینده باز گرچند که خودم که اشتراک کردن نتوانم، میتونم یک شاگردی نو آماده سازم با تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کند. اینم با شهر خودمون یک جایزه خوبی است، دستاورد خوبی است. خب رقابت چگونه بود؟ چون میدیدید که مثلا تو رفت تو به دور جمهوری الکی نفرانی باقی میمانند که واقعا زورتر هستند، یعنی که از خود باور زیادتر دارن، بیشتر دارن. بود کم کم همون گونه هراسا که میافتید و که جان میگیرید و که همین گونه باوری بود که واقعا اشتراک کردن خود غالبیت است؟ بله هراس بود. هراس در وقتی که در ولایت اشتراک کردیم راحت به جمهوری گرفتیم، هراس بود که در اونجا ما میریم بسیار زیاد کمپوزیتور میآیند، ما چخیل در اونجا هیجان زده میشیم که در یک تالار برآمده در بین قبیننده آهنگ خودم رو چخیل مثلا اجرا میکردم. بله کمی هیجان زده هم بودیم، اما اونجا از کمپوزیتور زیاد که بودن در هیجان زده اینش از من چخیل میرفته باشد، این در من چخیل. ما گرچند هیجان زده هم بودیم، باوری کامل داشتیم که ما آهنگ ما خوب اجرا میشود، خوب میگذریم، غالبیت رو به دست میاریم. چون که ما در روی یک آهنگ با تیم خودمون قریب 2-3 ماه شتا در قصر فرهنگ شهرمون خوب کار کردیم، زحمت زیاد کشیدیم روی آهنگ، به هم خاطر باوری داشتیم از خود. بله بسیار خوب. و ببینید مثلا انسان وقتی که در این یا آن کار غالب میبراید و به همون جایگاهی میخواستهش میرسد، الکی درهای امید باز میشوند برای او. و باز میخواهد که بالای کار خویش زحمت بکشد، تلاش کند تا از این موفقیت‌های زیادتر به دست بیارد. خب اکنون گمان میکنم در کنج ننشستید و برای تولید آهنگ‌های نوین کمر بستید و یا نه؟ بله ما وقتی که در این آزمون اشتراک کردیم جای نمایان رو گرفتیم، حالا ما در قصر فرهنگ باز
як масалан рӯи оҳангу мешинем кор мекунем аз масалан чӣ хел гӯям банду басти оҳангсозӣ ба чӣ хеле ки дар замони технология аст синтез кардан дар кор як чизи нав сохтан дар кор дар рӯи компютер шишта мо оҳангҳои нав эҷод мекунем шогирдои нағз тарбия кардастем дар Тоҷикистони ватани азизимон 2022 иштирок кардан рохат ба вилоята гирифтем. бисёр хуб. Акнун чанд чизи дигарро мехоҳам атрофи ҳамин оҳангсозӣ бипурсам ки масалан ин кори хеле душвор аст. Барои оне ки масалан як оҳанги мукаммал рӯи кор биёрад, барои оне ки як оҳанге ки шеър дар он як ғунҷоиши нозук ёбад ва бинанда аз он як мазза бардорад ва дар баробари масалан шунидани ҳамон мисраҳое ки сароянда месорад, оҳанг агар зебо бошад тавъам мешавад ва мешавад як масалан гулдастаи зебо. Бале. ва чун армағон тоҳфа мегардад ба шунаванда, ба бинанда, намедонам ба як нафаре ки мусиқиро дӯст медорад. Кадом риштаҳоро донистан дар кор барои оҳангсозӣ хуб буданд? Барои оҳангсоз шудан бояд аввал мактаби мусиқиро хондан дар кор, баъд аз ҳама вақте ки мешини рӯи як оҳанг кор мекунӣ, бояд аллакай худат одами маълумотдор бошӣ. Наметавонад ки мисол як одаме ки аз мусиқӣ бехабар аст. Бале, бемаълумот бошад ё ки аз мусиқӣ бехабар аст, хел шишта як оҳанг вай кунад, оҳанг эҷод кунад. Баъд мактаби мусиқӣ як чиз дошта бошӣ барои худо, як маълумот дошта бошӣ ки барои оҳангсоз шудан метавонӣ ки як оҳангсози хуб шавӣ. Хуб, ташаккур. Ва акнун оҳанги севум чӣ ном дорад? Сайри лола ҳаст. Сайри лола. Сайри лола аст. Мо як шогирд нав омода кардем дар Тоҷикистони ватани азизимон дар даври шаҳрӣ иштирок кардан, рохат ба вилоят гирифтан. Гумон мекардам ки ромишгаро омодаанд ки сайри лола кунем. Хуб, бинандаҳои азиз, хаста набошед, шоматон бори дигар бахайр. Хуб, мусиқии севумро дар барномаи ин шомина мешунавем.
خب تشکر زیاد با همتون، صحتمند باشید و چون اندک اندک با انجام برنامه این شامینه رسیده ایستادیم، من میخوام نظر شما رو در مورد اون بفهمم که از برنامه فضای تلویزیونی سفینه چی برداشت کردید؟ یعنی که با اندیشه شما برگزاری چنین برنامه‌هایی که به طور زنده است برای شما هنرمندان چی می‌دهد و برای بیننده ما چی می‌دهد؟ باید اگر که هر یک می چوربنیایی که مثلا برنامه هایی که می شود همه خیلی اگر طور زنده باشد با هم خیلی خوبتر می شود که آهنگسازای ما، موسیقی نوازای ما، مثلا صنعتکارای ما، خواننده‌ای چی آوازخوان هستند، همه اینا برای اینا یک دستاورد خوب است که با طور زنده خواندن، سرود رو پیشنهاد کردن، این خیلی خوب است. یعنی راه ایجاد اونها رو میکشاید. بله بله. چی تصمیم ها و چی ایده های نو دارید در راه ایجاد هنرتون؟ در راه ایجاد هنرمون ایده و فکرهای نو بسیار هستند که امروز ششتا با اهل گروه کار کرده ایستادیم. باز تاجیکستان وطن از من دور ولایتیش میآید به نزدیکی. هم از روی کار فقط با شاگردا هستیم که راحت به جمهوری بگیریم. کارمون فقط یعنی که از دستاورد این آزمون هم به نصیب نمونه. بله بله. سلامت باشید. برار میخواهیم برای شما صحتمند باشید. همگیتون بار دیگر خوش آمدید میگویم به برنامه فضای تلویزیونی سفینه. صفا آوردید و آهنگ سوم چی نام دارد؟ آهنگ سوم تاجیکستان وطن عزیز من. تاجیکستان وطن عزیز من نام دارد. این مال شما هست. بله. خب همدیاری واقعا عزتمند، یک سپاس گرم دیگر به شما به خاطر که وقتی قیمت خیش را دریغ نگذاشته و پیاله چای در دست و همین شامگاه ها برنامه های ما رو تماشا میکنید، ما خیلی خرسند هستیم و محبت ما نسبت شما خیلی زیاد است، چون همون زحمت ها و تلاش هایی که میکشیم به خاطر یک کمی هم باشد به شما خرسندی ببخشیم، ذوق ببخشیم. و اگر از پیشنهاد برنامه ما، از موسیقی ها و ترانه هایی که در برنامه ما به سهم شما رسانیده شد غذای معنوی برداشته باشید، پس این اقبال بلند ما گروه ایجادی است. برای برکت در زندگی و روزگارتون. موسیقی سوم رو خب هنرمندان و رامشگران خانه مدنیت شهری لیوکند می سرایند. برای شما برای رو برکت آرزو میکنیم. خواهش میکنم. مرحمت.